نان، غذای اصلی میلیون‌ها انسان است. اما همیشه این پرسش وجود دارد: نان سفید بهتر است یا نان سبوسدار؟ هر دو از گندم ساخته می‌شوند. اما فرق بزرگ در سبوس آنهاست. نان سفید نرم و زود هضم است. ولی نان سبوسدار فیبر و مواد مغذی بیشتری دارد. بیایید ببینیم کدام سالم‌تر است. نان سفید سریع هضم می‌شود و قند خون را ناگهانی بالا می‌برد. این باعث گرسنگی زود هنگام می‌شود. اما نان سبوسدار به دلیل فیبر بالا هضم آهسته تری دارد و برای دستگاه گوارش و کنترل وزن مفید است. همچنین ویتامین‌های گروه بی بیشتری دارد. اگر دنبال انرژی سریع هستید، نان سفید مناسب است. اما برای سلامتی طولانی مدت، کنترل قند خون و سیر ماندن، نان سبوسدار انتخاب برتر است. تغییر نوع نان یکی از ساده ترین راه‌های سالم خوردن است.